افغان‌هایی که تو ایران کار کردن، که توی ایران متولد شدن، با وجودی که دولت بهشون بدی کرد، حرمت نون و نمک رو نگه داشتن. همش میگن زنده باشی ایران، پاینده باشی ایران. ولی یه سری از هموطنای خودم چی بگم بهتون که اصلا در سطح شما باشه، بی عقل. آدم خوب معرفت داشته باشه، آدم خوب ذات داشته باشه، کشوری که توش بزرگ شدی، کشوری که مال خودته، حمایت نمی کنی، بعد میری کشور دیگه رو میذاری التماس میکنی که بیاد کشورتو بزنه. هی خدا به کجا داری میرسی؟ یعنی هر کسی که پشت کشورش نباشه بی وجدانه. اینو همیشه یادت باشه، ذات ندارن، مرام ندارن، معرفت ندارن. اینم آخر کار بگم، ایران برنده ای بازی کسی